ام، در این ویدیو میخوایم با هوش مصنوعی چت‌جی‌پیتی کار کنیم. خب میدونم قطعا هم مطمئنم که تو میدونی چت‌جی‌پیتی چیه و اگر نمیدونی خب چت‌جی‌پیتی یه چیز ساده‌ای که هر سوالی بخوای ازش میتونی بپرسی جوابتو بده. ولی اینکه چجوری بپرسی که جوابتو بده خیلی مهمه. تو فکر می‌کنی چت‌جی‌پیتی قدرت ماورائی داره که فکر میکنه هرچی فکر میکنی میدونه. فکر میکنی که هرچی فکر میکنی رو میدونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما فکر میکنین اون همه چیزی رو توی ذهنتون با خبر رو میدونه باید چی بده، در صورتی که اینطوری نیست بچه. اصلا اینطوری نیست. ChatGPT یک نوع LLMه که با ساختار یک نوع مدل، یعنی Large Language مدله که به اختصار بهش میگیم LLM و این بر اساس ساختار GPT درست شده که چه Generative Preferencer و خیلی طولانی است. GPT ساخته شده و اینطور. خب حالا چطور یه چیزی رو ازش بخوایم که بتونه جوابی که ما میخوایم رو بده؟ به این کار میگیم پرامپت. در واقع پرامپت در دنیای بیرون الکترونیکی یعنی درخواست. خب یعنی درخواست. پرامپت توی چیزای الکترونیکی به کار رفته میشه. پرامپت یعنی چی؟ یعنی همون درخواستی که ما بیرون از دنیای الکترونیکی داریم اصولا. مثلا درخواستمون خیلی مهمه. یه داستانی رو براتون تعریف کنم، خیلی باحاله. یک روز یک زنه از خدا میخواد که میلیاردر بشه، پولدار باشه که مثلا روی تخت پر از پول بخوابه. روز بعدش یهو وقتی که میاد خونش میبینه تختش پر پوله و اون ساکه هم اونجاست و اینا. بعد که میاد میگه خدا جون چجوری این کار کردی یا اینا. چند دقیقه بعد همسرش از راه میرسه و میگه که این خونه و ماشین و اینا رو فروختم و این پولا رو دادم. بعد زنه به خدا میگه خدایا من که نخواستم که تو ماشینم و یا خونم رو بفروشی که بتونم میلیاردر شم، دوست داشتم همینجوری پول داشته باشم اینا. پس بچه‌ها درخواستتون که چجوری بگین خیلی مهمه، حواستون باشه. من الان میگم من یک اسم میخوام. من یک اسم میخوام. الان به من جواب درست نمیده. بعد پرامپتم کامل بنویسم. به این میگن یه پرامپت بد. نمونه بارز یک پرامپت بده. این یک پرامپت خوبه. مثال عروس هلندی. عروس هلندی نوشتم اشتباه شد. میخوام که مثلا شبیه با تمام جزئیات نیکی و نیکسا باشه. آره تا تمام جزئیات
نیکو نیکا نیکوچه نیکیکو نیکوشا نیکسی نیکوما نیکورا. خیلی باحاله. اگر با یک پرامپتتون عالی باشه یه چیز عالی دریافت میکنید. و دیگه میتونید از چت جی پی تی برای نوشتن کپشن، نوشتن دیسکریپشن، تیتر، مقاله و کامنت و خیلی چیزا کمک بگیرید. حواستون باشه که لایک و پرامپت ساب یاد نوشتن نره. خیلی مهمه. درخواست خیلی مهمه. لایک و ساب یاد نره.